سلام، چطورین؟ عیدتون مبارک. امیدوارم که امسال به هر چیزی که میخوایم برسین. توی این سری قرار با هم دیگه راجع به الگوریتم‌ها و دیتا استراکچر صحبت کنیم. الگوریتم و دیتا استراکچر یکی از مهمترین چیزاییه که یه برنامه‌نویس باید بدونه. مهم نیست توی چه فیلدی کار میکنین، اگه برنامه‌نویسید این چیز مهمیه. و یکی از نکات مهم و مثبتی که این سری داره اینه که مهم نیستش که با چه زبانی برنامه‌نویسی میکنید. این سری به درد تمام برنامه‌نویسا میخوره. حالا مهم نیستش که با چه زبانی دارید کار میکنید و روی چه پلتفرمی دارید کار میکنید، و چون چیز بیسیکیه که همه جا استفاده میشه و دانشیه که به نظر من تک تک برنامه‌نویسا باید داشته باشنش و چیز خیلی مهمیه. خب حالا بخوام یه دونه اینتروداکشن یا یه دونه پیش زمینه راجع به این سری بهتون بگم، اینه که ما اینجا قراره راجع به الگوریتم‌های رایج صحبت کنیم، چیزایی که همه جا استفاده میشن. گاهی وقتا شاید مستقیما لازم نباشه خودمون ازش استفاده کنیم، بلکه مثلا توی اون تکنولوژیایی که داریم ازشون استفاده میکنیم از قبل استفاده شدن و مثلا توی خیلی از زبان‌های برنامه‌نویسی به صورت دیفالت اینا پیاده شدن. خب ولی اینکه بدونیم اونا چجوری کار میکنن خیلی به دردمون میخوره. میتونیم تصمیم‌های بهتری بگیریم وقتی که داریم کدمون رو می‌نویسیم. و چیزایی که لازم دارید بدونید قبل اینکه سریو ببینید اینه که حداقل بلد باشین الگوریتم بنویسین تا یه حد خوبی، بلد باشین با حلقه ها کار کنید، بدونید وریبل ها چی ان، و همینطور دیتا استراکچر بیسیکو که یکیشون مثلا آرایه است بدونید چیه، که خیلی چیزا بیسیکی ان و میتونید راحت یادشون بگیرید و بعدش بیاین سراغ این سری. حالا بخوام من شروع کنم، میخوام اول از همه با هم دیگه راجع به آرایه یا اریا صحبت کنیم. خب اری چی هستن؟ اریا میتونی مثل یه دونه قفسه در نظر بگیری که یه سری خونه های ثابت داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میخواین یه دونه اری تعریف کنید بهش میگین که سایزش چقدره، مثلا 10 تاست. این یعنی این که اون زبون میاد واسمون یه دونه اری 10 تا خونه ای تعریف میکنه که اولش مشخصا خالی ان که حالا میتونید بهش مقدار دهی کنید. خب پس چیزی که راجبش میشه فهمید اینه که میگم دقیقاً مثل یه قفسه است که حالا توش ممکنه پر باشه، ممکنه توش خالی باشه و یه سری سایز ثابت داره. حالا بخوام یکم عمیق‌تر راجبش صحبت کنم، این که دقیقاً چجوری تو مموری داره ذخیره میشه، بعد بهتون بگم که مموری هم بلاک بلاکه و خونه خونه است. دقیقاً وقتی شما یه اری تعریف میکنید این میاد به سایز اون اری دقیقاً همون تعداد خونه رو کناره هم توی مموری پیدا میکنه که خالی باشه و اونو به خودش اختصاص میده. خب یعنی چی؟ یعنی این که نمیتونی مثلا یه تیکه مموری رو برداری که وسطش دیتاهای دیگه ای ذخیره شده باشن، حتما باید اینا کنار هم باشن و خالی باشن. حالا چرا من اینو دارم بهتون میگم؟ چون که اگه با اری کار کرده باشید یا اگه کار نکردین الان میخوام بهتون اینو بگم، شما میتونید راحت بیاین بگین که من عضو چندم این قفسه رو میخوام یا این اری رو میخوام. مثلا میگی که من عضو شماره 3 رو میخوام. حالا شماره گذاریشم از 0 شروع میشه، یعنی عضو اول اری ما شمارهش 0 که ما حالا به این شماره میگیم ایندکس، یعنی ما ایندکس 0مون دقیقاً خونه اولمونه و مثلا اگه سایز اریمون 10 ایندکس 9 میشه خونه آخر. حالا چرا باید تو مموری این دقیقاً خونه کنار هم باشه؟ به خاطر اینکه شما دقیقاً دارید با ایندکس بهش دسترسی پیدا میکنید و کار خیلی راحت تر میکنه، خوندن رو خیلی ساده تر میکنه و یه قانونیه که همیشه همه جا تو همه زبان‌های برنامه‌نویسی استفاده شده. اری هیچ وقت شما نباید خودتون پیاده کنید، تو همه زبان‌ها هست و چیزیه که میگم به صورت بیلتین تو همه زبان‌های برنامه‌نویسی آماده شده و میتونید ازش استفاده کنید. حالا نکته‌ای که هست اینه که فکرشو بکن من این اری 10 تایی دارم و میخوام عضو 11 یا 12 رو بهش اضافه کنم. اتفاقی که اینجا میفته اینه که ممکنه تو مموری خونه های بعدی پر شده باشن، حالا توسط یه وریبل دیگه یا اصلا توسط یه برنامه دیگه، مهم نیستش، یعنی من با اون کاری ندارم. خب پس چیکار باید بکنه؟ باید بیاد یه دونه اری جدید به تعداد عضو جدید، مثلا میگم اگه شما قراره یه دونه اضافه کنید یا قراره اصلا 10 تا دونه اضافه کنید که میشه 20 تایی، بیاد یه دونه اری جدید با سایز 20 بسازه و اون اری قبلی رو کپی کنه، همه عضواشو بیاره توی این اری جدید. اینجوری اری جدید شما اون عضو 11 یا اون 10 تا عضو جدید رو به خودش اضافه کرده. خب حالا نکته که اینجا پیش میاد اینه که این
عملیات سنگینیه. چرا؟ چون که خب داره کل دیتا رو کپی میکنه و میبره توی این اره جدید. خب تو خیلی از زبونا اگه گاربیج کالکشن داشته باشن به اصطلاح میگیم که این داره گاربیج کالکت میکنه، چون مجبوره که مموری رو یادمونه که این اره جدید بسازه و اینکه بعد اون قبلی رو پاک کنه. خب یعنی میخواستم بهتون بگم که مثلا شاید اصطلاحش شنیده باشین که دوچار این مشکل هم ممکنه بشین وقتی دارین اره و سایزشو بزرگتر میکنین. پس اره‌ها همیشه همه جا به دردمون نمیخورن. چرا؟ چون اگه شما قرار نیست که با یه سایز مشخص دیتا کار کنید و نمیدونید چند بار قراره این اره بزرگ و کوچیک کنید، این مشکل ساز میشه واسهتون. مشکل ساز که منظورم اینه که عملیات سنگینیه و خب ازتون پرفورمنس میگیره، مشکل پرفورمنسی پیدا میکنید. خب واسه همین ما چندین تا دیتا استراکچر دیگه داریم که میاد این ضعف‌ها رو جبران میکنه. یکی دیگه شون که بخوام مثال بزنم لینک لیسته. لینک لیست چیه؟ اینجوریه که هر خونه آدرس خونه بعدی هم کنار خودش داره. یعنی میاد میگه که آقا من خونه مثلا ایندکس 0م، ایندکس 1م آدرسش اینه و همینطور این ادامه پیدا میکنه. پس وقتی که یه عضو جدید ایجاد میکنید این آدرسش رو میاد میده به قبلیه و در اصل اینا به هم دیگه لینک میشن. حالا نکته مثبتش چیه؟ اینه که دیگه تو مموری لازم نیست حتما اینا همشون کنار هم باشن. هر جای مموری ممکنه یکی از این عضوای این لینک لیست باشه. این نکته مثبتش اینه که اگه دارین با یه سری دیتا کار میکنه که نمیدونید دقیقاً سایزش چقدره، میتونید از لینک لیست استفاده کنید و همینجور که اینو اضافه میکنید یا کم میکنید هیچ مشکل پرفورمنسی پیدا نمیکنید. خب ولی یه مشکلی که داره اینه که برخلاف اره که شما میتونید با ایندکس مثلا فکرشو بکن تو خونه 1000 رو میخوای، خونه 10000 رو میخوای، میتونی با یه عملیات. یعنی چه یه عملیات؟ یعنی پرفورمنس خاصی واسط نمیگیره، میگی من خونه 10000 رو میخوام و اونو بهت میده. خب ولی توی لینک لیست چون که اینا ایندکس ندارن و هر خونه آدرس فقط بعدی رو داره، شما اگه 10000 تا عضو دارید باید از صفر شروع کنید برید تا به 10000 برسید. یعنی این دقیقاً 10000 برابر یعنی آرایه اگه سایزش حالا 10000 تا باشه بیشتر طول میکشه خوندنش، ولی برعکس اضافه کردن و حذف کردن عضوها از توی لینک لیست خیلی ساده تره. خب حالا که میدونیم اره و لینک لیست چیه، بیاین راجع به این با هم دیگه صحبت کنیم که الگوریتم‌های رایج و بیسیکی که همه جا استفاده میشه چیان. اولیش که قطعاً اگه طالب کد نوشتین خودتون بهش برخوردین که توی دسته سرچ هم قرار میگیره، سیمپل سرچ. خب سیمپل سرچ چیه؟ اسمش روشه، یه سرچ سیمپله. خب این یه چیکار میکنه دقیقاً؟ مثلا فکرشو بکن شما یه دونه آرایه دارید که 100 عضویه و اعداد توش ذخیره شدن و تو یه عدد خاص رو میخوای. چیکار میکنی؟ میای کل خونه ها رو میگردی که ببینی اون عددی که ازت خواستن که تو سرچ بوده تو کدوم خونه است. خب این الگوریتم یه مشکل اساسی داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اگه شما 100 تا عضو داشته باشید توی بدترین حالت که ممکنه اون دیتاتون تو خونه 100 باشه، این باید 100 تا خونه رو بگرده. حالا اگه 1000 تا باشه، 10000 تا باشه، 1,000,000 باشه، توی بدترین حالت این مجبور 1,000,000 بار تک تک خونه ها رو چک کنه تا به جواب برسه و خب این خیلی سنگینه و این خیلی بده. واسه اینکه این مشکل رو حل کنن یه دونه الگوریتم جدیدتر بعدش اومد به اسم باینری سرچ. باینری سرچ چیه و چی کار میکنه؟ باینری سرچ یه دونه مشخصه اصلی داره، اونم اینه که اون لیست یا آرایه یا هر دیتا استراکچری که داره باید از قبل سورت شده باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما آرایه‌تون عددیه، این باید اولین عضوش کوچکترین عضوش باشه و آخرین لیستش بزرگترین عضوش. یعنی چی میگم؟ سورت باید شده باشه. حالا باینری سرچ میاد چیکار میکنه؟ فکرشو بکن دوباره خونمون 100 عضویه، این میاد از وسط. یعنی چی؟ یعنی اگه 100 تا عضو دارید خونه وسطتون مثلا در میاد ایندکس 50، این میاد اونجا چک میکنه میگه آقا این ولیویی که به من دادن که سرچ کنم بزرگتر از این خونه 50 یا کوچیک‌تر. اگه بزرگتر بود شما میفهمید که تو سرچ از ایندکس 50 به 100، خب و اگه کوچیک‌تر بود یعنی که باید برین خونه‌های 50 تا پایین رو بگردین. پس این درست چیکار کرد؟ این تو حرکت اولش اومد نصف آرایه رو حذف کرد، دیگه لازم نیست اون رو سرچ کنه. خب دفعه بعدش میاد چیکار میکنه؟ میاد حالا دوباره اون تعدادی که مونده رو نصفش میگیره
مثلا اگه کوچیک‌تر بوده اون ولیویی که توش سرچ کردین، میاد ببینه که ایندکس 2050 ازش کوچیک‌تره یا بزرگتره. خب و دوباره این حرکت رو انجام میده و این توی مقیاس بزرگ، حالا توی 100 با 7 تا حرکت به نتیجه همیشه میرسید. البته توی بدترین حالت ممکنه که اصلا نتیجهتون دقیقاً تو همون یکی از اون ایندکس هایی باشه که هدف قرار دادید و خیلی راحت پیدا بشه، ولی تو بدترین حالت 7 تا حرکت میگیره که تو شما اون نتیجه رو پیدا کنید، در صورتی که توی سیمپل سرچ به 100 تا حرکت توی بدترین حالت احتیاج داشتید. حالا فکرشو بکنین و گنده کنین. این وقتی گنده بشه، وقتی داریم راجع به 1 میلیون عضو صحبت میکنیم، این خیلی اختلاف ایجاد میکنه و اصلا یه چیز باور نکردنی میشه. خب حالا ما چجوری میتونیم الگوریتمامونو، سرعتشونو و پرفورمنسشونو اندازه گیری کنیم؟ واسه اینکه شما الگوریتمتون رو اندازه گیری کنید، خب بیاین اول با همدیگه با تایم حساب کنیم ببینیم که چجوریه. برای مثال خب همین دوتا سرچی که با هم دیگه راجبش صحبت کردیم، سیمپل سرچ و باینری سرچ. خب وقتی نگاه کنیم، اگه مثلا سیمپل سرچ خب هر اپریشنش مثلا 1 میلی ثانیه طول میکشه، یعنی هر دفعه که یه خونه رو چک میکنه 1 میلی ثانیه زمان میبره، که البته حالا این مثال یعنی این عدد واقعی نیستش، احتمالاً سی پی خیلی سریعتر این کارو انجام میده، ولی خب برای مثال دیگه. خب اگه 1 میلی ثانیه طول بکشه که هر خونه رو چک کنه تو همون آره 100 عضویمون، خب این تو بدترین حالت 100 میلی ثانیه طول میکشه که به نتیجه برسه. خب و باینری سرچ تو 7 میلی ثانیه. بیایم 1000 تاییشو در بیاریم. خب احتمالاً میگین که اگه مثلا اون 100 تایی بوده و این 1000 تاییه، روی راه حل ساده است و اینه که ضرب در 10ش کنید و نتیجه در میاد. یعنی اون 7 میلی ثانیه میشه 70 میلی ثانیه و اون 100 میلی ثانیه میشه 1000 میلی ثانیه. ولی این جواب درستی نیست. یعنی چرا؟ واسه سیمپل سرچ دقیقاً همین جواب درسته و دقیقاً اگه شما آره 1000 عضو داشته باشین تو بدترین حالت 1000 میلی ثانیه طول میکشه که نتیجه رو پیدا کنه. ولی برای باینری سرچ این عدد درست نیست. توی باینری سرچ اگه شما بخواید یا آره 1000 تایی بگردین، توی بدترین حالت 9 تا اپریشن طول میکشه که این جواب به دستتون برسه. پس ما نمیتونیم بر اساس زمان بیایم الگوریتمامونو ببینیم که پرفورمنسشون خوبه یا بده، چون میگم توی هر سناریویی که عضوان متفاوت بشه تعدادشون، ممکنه که الگوریتم یه نتیجه متفاوت بده. برای همین ما یه دونه فرمول داریم واسه محاسبه اینکه یه الگوریتم چقدر خوب میتونه عمل کنه و اسم اون بیگ او نوتیشنه. چجوری نوشته میشه؟ یه او بزرگه که اصلا اسمش واسه همینه که بیگ او گذاشتن، یعنی یه او بزرگه و حالا توش بر اساس تعداد اپریشن که n میاد اینو مقداردهی میکنه. حالا منظورم چیه؟ مثلا واسه سیمپل سرچ پرفورمنسش دقیقاً n، یعنی او پرانتز باز n. خب که یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه شما عضو آرایتون 1000 تاست، دقیقاً 1000 تا اپریشن طول میکشه که این انجام بشه. ولی باینری سرچ لگاریتم n. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه شما 100 عضو داشته باشید میشه 6 تا، که من فکر کنم اشتباه گفتم و در واقع گفتم 7 تا، یعنی 6 تا اپریشن طول میکشه تا جواب تو بدترین حالت پیدا کنید و توی مثلا 1000 تا عضو میشه 9 تا، که یه رقم خیلی جالب و خوبیه. و حالا نکته مهمی که راجع به بیگ او نوتیشن داریم اینه که این همیشه بدترین کیس رو داریم راجعش صحبت می‌کنیم، چون ممکنه که شما میگم همون اولین عضوی که چک می‌کنید توی سیمپل سرچ جوابتون باشه، ولی ما پرفورمنس رو بر اساس بدترین حالت در نظر میگیریم و توی بدترین حالت اینو حساب می‌کنیم که کجاست. حالا بیایم با هم دیگه برگردیم به اون دو تا دیتا استراکچرهای بیسیکی که با هم دیگه راجعشون صحبت کردیم، آرایه و لینک لیست. اینا توی 3 تا حالت پرفورمنسشون میشه در نظر گرفت و بررسیشون کرد. حالت اول وارد کردن یه دیتای جدیده. حالت دوم دیلیت کردن یا پاک کردن یه دیتاست و حالت سوم خوندن یه دیتاست. حالا طبق اون دیتایی که راجع به اری بهتون داده بودم با خودتون فکر کنید که ببینید که پرفورمنس بیگ اوی خوندن، نوشتن و پاک کردن اری ها چجوریه. اری توی نوشتن و پاک کردن همونجوری که گفتم، چون ممکنه که اری ما ریسایز کنه و از سایزش رد بشه، مجبور همه چی کپی کنه، توی نوشتن و پاک کردن بدترین حالتش اوی انه.
یعنی چی؟ یعنی شما همونجوری که گفتم اگه 10 تا عضو داره مجبورین 10 تا عضو رو کپی کنید، پس دقیقاً خود n در میاد و پرفورمنس سنگینی داره. ولی یا توی خوندن چون که ایندکس داره و شما میتونید یه دفعه عضو 1000 رو بخونید، این پرفورمنسش خیلی بهتره و اوش یکه. یعنی چی؟ یعنی که این دقیقاً فقط یه اپریشن طول میکشه تا هر خونه‌ای که میخواین رو پیدا کنید و دیتاشو بخونید. ولی توی لینک لیست ها این برعکسه. سر نوشتن و پاک کردن این او یکه، چون فقط یه اپریشن میگیره و هیچ کار خاصی نداره برعکس اری. ولی توی خوندن چون مجبور تک تک اون عضوا رو دونه دونه چک کنه و بره بعدی، میشه اوی ان. پس کلا اینم بهتون بگم که توی انتخاب کردن دیتا استراکچر همیشه ترید آف هست، یعنی باید حتما چک کنید که ببینید که کدوم دیتا استراکچر به دردتون میخوره و کجا باید کدوم استفاده کرد. حالا میخوام یه چیز جالبم بهتون بگم، اونم اینه که خیلی از دیتا استراکچرهای بعدی که قرار راجبشون صحبت کنیم از ترکیب همین دیتا استراکچرهای بیسیک شکل گرفتن. خب برای مثال من الان میخوام یه دیتا استراکچری داشته باشم که حالا هم خوندنش سریع باشه هم نوشتن و پاک کردنش. خب یعنی یه کدی دارم که همیشه همزمان هم داره مینویسه هم داره میخونه. خب و من اگه از آرایه یا لینک لیست استفاده کنم توی هر کدوم از حالت یکیشونو دارم کامل از دست میدم و خب این چیزی نیستش که میخوام. خب حالا چیکار میکنم توی این شرایط؟ یعنی دیتا استراکچر هست که یه دونه آرایه‌ای از لینک لیست هست. خب حالا این چجوری کار میکنه؟ این اینجوریه که مثلا فکرشو بکن اگه شما دارین اسم یا مثلا یه دونه کلمه، یه دونه دیتا استراکچر دارین که توش کلمه قراره ذخیره کنید. خب من یه دونه آرایه به تعداد حروف الفبا میسازم. خب و تو هر کدوم از خونه‌های آرایه یه دونه لینک لیسته. خب و حالا چجوریه قضیهش اینه که اون لینک لیستی که توی خونه اولم هست تمام حرفایی که با A شروع میشن رو نگه می‌داره و مثلا خونه دوم همه هر اون لینک لیسته همه حرفایی که با B شروع میشن رو نگه می‌داره. خب حالا این چیکار میکنه؟ توی این حالت نوشتنمون هنوز سریعه. چرا؟ چون داریم به لینک لیست اضافه میکنیم و همینطور دیلیت کردنمون مشخصا که الان نوشتن و دیلیت کردنمون باز سریعه. حالا اندازه لینک لیست خالی سریع نیست چون خب یه اپریشن هم داریم که این پیدا کنیم که دقیقاً تو کدوم لینک لیست باید اینو اضافه کنیم، ولی استیل خیلی از آرایه سریع‌تره. خب و واسه خوندنمونم دیگه لازم نیستش که یه لینک لیست خیلی گنده داشته باشیم، چون داریم اینا رو تقسیم بندی می‌کنیم و تو هر کدوم تو لینک لیست خودش ذخیره می‌کنیم. اگه اون کلمه‌ای که داره سرچ میشه با A شروع میشه میتونیم مستقیما بریم سراغ اون لینک لیستی که با A شروع میشه همه کلماتش. خب پس اینم تو خوندن خیلی سریعتر از لینک لیست عادیه. این یه نوع دیتا استراکچر هایبریده که داره از دو تا دیتا استراکچر خیلی بیسیک تر استفاده میکنه. خب الان با هم دیگه راجع به 3 تا مدل بیگ او صحبت کردیم. اولیش که 1 بود که یه اپریشن طول میکشه، دومیش n بود و سومین چیزی که گفتیم لوگ n بود. حالا چند تا کلن هستن؟ اول که خیلی ممکنه زیاد بشن ولی 5 تا داریم که معروف تریناشونن و بیشتر الگوریتما توی یکی از اینا جا میگیره. خب از لحاظ پرفورمنسی بخوام بگم اولیش مشخصاً 1، دومیش لوگ n، سومیش n، چهارمیش n ضرب در لوگ n و آخریش n فاکتوریاله. n فاکتوریال چیه؟ اگه نمیدونید فاکتوریال چیه بذارید سریع همینجا توضیح بدم قبل اینکه لازم بشه سرچ کنید. فاکتوریال وقتیه که مثلا اگه من فاکتوریال 5 رو میخوام، یعنی اینکه 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1، یعنی از بالاترین عضو از اون عدد شروع میکنه و ضرب در تمام عددهای پایین‌تر خودش میکنه که خب این سنگین ترین چیزیه که داره. حالا احتمالاً الان با خودتون میگین که کدوم الگوریتمی که فاکتوریال n داره. این خیلی چیزه. یه الگوریتم هستش به اسم traveling salesman. این الگوریتم بر اساس داستانه که میگه که فکرشو بکنید شما یه دونه فروشنده این که از بین شهرها سفر میکنید و میخواین خب اون جنسی که دارین رو بفروشین و مثلا 5 تا شهره که میخواین به اینا سر بزنید ولی نمیدونید سریع ترین مسیر رسیدن به تک تک این شهرها کدومه. خب واسه همین شما باید چک کنید از نقطه شروعتون و تمام حالتهای مختلف رو
که اگه اول من برم شهر A و برم شهر B و برم شهر C و همینجوری این حالت مختلف چک کنید و اگه شما قبلا مسائل ریاضی حل کرده باشید میدونید اگه بخواید همچین حالتی رو حساب کنید دقیقاً جواب در میاد فاکتوریال تعداد اون شهرها که این دقیقاً همون الگوریتمیه که n فاکتوریال طول میکشه پردازشش. آره میخواستم بگم که یه چیزی واقعا اینجوری هستش که اینقدر طول بکشه.